آیا دین به علم نیازمند است؟ چگونه؟ در پاسخ به این پرسش با توجه به استقلال علم و دین که بحث اون گذشت، دو فرض نیاز دین به علم و بالعکس، یعنی نیاز علم به دین رو مورد بررسی قرار میدیم. ابتدا نیاز دین به علم. به نظر میرسد که نیاز دین به علم رو در 3 محور بتوان مورد بررسی قرار داد. محور اول، بر اساس هرم نیازهای مزلو، تا زمانی که نیازهای اولیه انسان تأمین نشود، اندیشیدن در باب نیازهای متعالی غیر ممکن نیست، اما دشوار و بعیده و علم برای زندگی بهتر بشر و رفع نیازهای او و محافظت او از خطرات این جهانی ضروری است تا انسان بتواند زمینه بهتری برای حرکت درونی و معنوی خود، یا به عبارتی زندگی متدینانه داشته باشد. اصلا توصیه خود دین هم همین هست. دین همواره با فقر مخالف است. کاد الفقر ان یکون کفرا، یا نامه 31 نهج البلاغه که امیرالمومنین علیه السلام به خطاب به فرزند بزرگشون امام حسن مجتبی علیه السلام نسبت به این مسئله هشدار میدهند. محور دوم که میتوان نیاز دین به علم رو مشخص کرد، توصیفگری علم نسبت به گزاره‌های دینی است و همینطور پیامدهای زیست متدینانه که اون هم میتواند به وسیله علم توصیف خوبی پیدا بکند. کمک علم به دین در این محور از 2 جهت قابل بررسی است. جهت اول این هست که به قول زیگموند فروید، توصیف بیماری ها می تواند حال برخی از بیماران و مریضی ها رو بهبود ببخشد. تصور کنید که علوم شناختی بتواند مکانیزم دروغ رو شرح بده و ممکن است همین توصیف عامل مهمی باشه در جهت بهبود این بیماری روحی روانی. و جهت دومش هم اینه که توصیفگری علم میتواند موجب تعمیق دینداری هم بشود. مثلا اگر من بدانم که ارتباط من با خداوند چه تأثیری در عملکرد مغز من دارد، خب ممکن هست که این مشوق بالایی برای من ایجاد بکنه و باشد که من بتوانم عبادت خودم رو بهبود ببخشم. اما محور سوم که میتوانیم نیاز دین به علم رو بر اساس اون بیان بکنیم، بخش‌های عرفانی دین هست که از علم مستغنی نیستن. چرا که تا ما فیزیک رو به خوبی نشناسیم، ماده رو به خوبی نشناسیم، نمیتوانیم قلمرو متافیزیک رو و ماورای ماده رو به درستی درک بکنیم. البته این به این معنا هم نیست که هر کس که عالم علوم تجربی است الزاماً مرزهای متافیزیک رو بتواند درک بکنه. این 3 محوری است که ما میتوانیم نیازهای دین به علم رو در قالب اینها بربشیم. اصلا خود دین هم علاوه بر اینها نیاز معنویت و حتی پیامبران به علم رو در برخی از آیات قرآن بیان کرده است. مثلا آیه 54 سوره زاریات می‌فرماید که فتول عنهم فما انت بملوم. در واقع در اینجا نکته تجربی رو خداوند در باب برخی منکران مغرض به پیامبر بیان می‌دارد و بعد در آیه 55 می‌فرماید که فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین. یعنی از آن نکته که تجربی بود و اجتماعی بود متذکر شد و این برای مؤمنان سودمند است.
پس در واقع پیامبر رو نیازمند به یک نکته تجربی می‌داند. حتی در سیره پیشوایان دینی هم این چنین بوده است. پیامبر اکرم در بسیاری از موارد در زندگی شخصیشون و همینطور در 9 الی 11 مورد از مسائل کلان اجتماعی با مردم مشورت می‌کردند. اصلاً مگر امری مهمتر از امر قضا و قضاوت وجود دارد که جان و مال و عرض آدمیان در او مطرح باشد؟ پیامبر حتی در این موارد هم با همون روش رایج قضاوت مردم قضاوت می‌کردند، نه از علم لدن و امثالهم. در کتاب وسائل الشیعه که از منابع مهم اجتهادی شیعه هست، در جلد 18 باب صفات القاضی می‌فرماید پیامبر اکرم که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، و یعنی ما به همون روش بینه و یمین که قضات شما رأی میدهند و به نتیجه میرسن، ما هم از همون روش در قضاوت استفاده میکنیم. و اتفاقا دوستان این نشون دهنده این هستش که آنچه پیامبر مدعی آن بودن واقعا چیزی بوده است که عقول و علوم آدمیان به اونها در واقع نمیرسیده است. اما ما در بخش دوم سخنان این جلسه پیرامون نیاز علم به دین سخن می‌گوییم. در جلسات قبل ما بیان کردیم که اخلاق به دین نیازمند است و این رو سعی کردیم که اثبات بکنیم. الان میگوییم که علم که پیشرفت میکند 2 ساحت از پرسش ها رو در کنار خودش ایجاد میکند که خود نمیتواند به اونها پاسخ بدهد. یکی ساحت فلسفه اون علم هست و دیگری ساحت اخلاق اون علم هست. مثلا در فلسفه فیزیک وقتی از وجاهت روش استقراء سوال میپرسیم، خود فیزیک نمیتواند با همون روش استقرایی که دارد به این پرسش پاسخ بدهد. یا در حوزه اخلاق فیزیک دوباره خود فیزیک نمیتواند به پرسش‌های اخلاقی مرتبط با خودش پاسخ بدهد. مثلا اینکه آیا ساختن بمب اتم اخلاقی است یا غیر اخلاقی، پاسخ این پرسش اخلاقی رو نمیتوان با قوانین فیزیک بیان کرد. بنابراین ما گفتیم که اخلاق به دین نیازمند است و اینجا به این نتیجه میرسیم که علم هم به اخلاق نیازمند است. پس میتوانیم نتیجه بگیریم که علم هم در این ساحت‌ها به دین نیازمند است. در واقع دین در بکار بردن صحیح علم برای خدمت بیشتر و بهتر به بشر میتواند خیلی کمک کننده باشد و اصلا این خودش مشوق گسترش علم هم میشود. پس با وجود استقلال علم و دین نسبت به یکدیگر، اما نیازمندی این دو به یکدیگر نیز قابل اثبات است به شکلی که بیان شد. السلام.